بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، بنده ابطحی هستم و در این برنامه و همچنین برنامه‌های بعدی مایل هستم جهت کمک به دانشجویان عزیز در درس جبر خطی نمونه‌هایی از مطالبی که در درس جبر خطی مقدماتی مورد طرح و بررسی قرار میگیره اینجا مورد بررسی قرار بدیم و مسائل رو به شکل نمونه‌ای جهت تقویت و همچنین جهت نمونه برای دانشجویان عزیز مورد حل و بررسی قرار بدیم، انشالله که مفید فایده برای دوستان باشه و بتونن استفاده کنن. خب یکی از مباحث مهمی که در درس جبر خطی مورد بررسی قرار میگیره حل دستگاه معادلات خطی هست و یکی از روش هایی که در حل دستگاه معادلات خطی مورد استفاده قرار میگیره استفاده از در واقع روش سطری مقدماتیه که ما با استفاده از مثالهایی میخوایم این روش سطری مقدماتی رو با چند تا مثال بررسی کنیم. میدونید شما اون اعمال سطری مقدماتی که ما مجاز به انجامش هستیم در این روش 3 تا بیشتر نیست. یکی این که ما میتونیم یک سطر از ماتریس رو در یک عدد غیر صفر ضرب کنیم، یک سطر یا ستون، چون حالا اینجا بیشتر داریم در مورد اعمال سطری صحبت میکنیم. حالا اگر من تو صحبتام گاهن از کلمه سطر استفاده میکنم ولی متوجه باشید که این اعمال قابل انجام روی ستونها هم هست. پس یکی از این عملیات عبارت از این که یک سطر رو در یک عدد غیر صفر میتونیم ضرب کنیم، مضربی از یک سطر رو میتونیم به سطر دیگر اضافه یا کم کنیم و نهایتاً میتونیم جای 2 تا سطر رو عوض کنیم. این 3 مورد رو بهش میگیم اعمال در واقع سطری مقدماتی که مورد بررسی در واقع قرار میگیره. خب نکته‌ای که اینجا حالا ما برای که بتونیم این موارد رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم اینجا با هم یک مثالی رو من مطرح میکنم که اینجا با هم دیگه با کمک هم مرحله به مرحله حلش کنیم. فرض کنید میخوایم این دستگاه رو حل کنیم. پس به عنوان مثال دستگاه زیر را حل کنید. این دستگاه اون عبارت هست از 2x1 به اضافه 4x2 به اضافه 6x3 مساوی 18. معادله بعدیمون 4x1 به اضافه 5x2 به اضافه 6x3 مساوی با 24 و معادله بعدی 3x1 به اضافه x2 به نهایت 2x مساوی با 4. همجوری که دقت میکنید این یک دستگاه 3 معادله و 3 مجهول هست که ما میخوایم این دستگاه رو با استفاده از روش در واقع حذفی گاوس جردن و همچنین استفاده از این عملیات سطری مقدماتی مورد بررسی قرار بدیم. در گام اول همینجوری که اشاره شد اگر خاطرتون باشه در گام اول ما
ماتریس افزوده دستگاه رو می نویسیم. من ماتریس افزوده رو می نویسم. منظور از ماتریس افزوده یعنی ضرایب و مقادیر سمت راست رو در یک ماتریس می نویسیم. الان به معادله اول اگر توجه کنید، ضریب x1 2 هست، ضریب x2 4، ضریب x3 6 و سمت راست معادلمون عدد 18 هست. به همین ترتیب در معادله دوم ضریب x1 4، ضریب x2 5، ضریب x3 6 و سمت راست 24. تو معادله سوم ضریب x1 3 هست، ضریب x2 1 و ضریب x منهای 2 و سمت راست 4. این خطی رو که رسم کردیم به این جهت هست که متوجه باشیم که در واقع این اعدادی که در بعد از خط نوشته شدن در واقع همون مقادیر سمت راست معادلمون هستن. و باز نکته دیگه که توجه بفرمایید، الان اینجا این ستون اول همگی ضرایب متغیر x1 هست تو سه تا معادله، ستون دوم ضرایب متغیر x2 در سه معادله و ستون سوم ضرایب در واقع متغیر سوم در سه تا معادله و این هم مقادیر چیه؟ سمت راستمون هست. مقادیر سمت راست در هر سه تا معادله در واقع اینجا مشاهده میشه. این ماتریس رو همینجوری که اشاره کردم بهش میگیم ماتریس افزوده. ماتریس افزوده. نکته دیگه که حالا باز احتیاج داریم، اینجا سطر اوله، اینجا سطر و اینجا سطر سوم هست تو این ماتریس افزوده. با استفاده از اون عملیات سطری مقدماتی که اشاره کردم ما عملیات رو در واقع شروع میکنیم. نقطه شروعاتمون اصطلاحاً میگیم اینجاست، پی شمال غربی. وقت این به این عددی که در گوشه شمال غربی هست نگاه میکنیم، اگر که این عدد یک باشه که خب بهترین در واقع اتفاقه، اگر نه به سطرهای بعدی نگاه میکنیم و اگر سطری با یک شروع شده باشه جاش رو با سطر اول عوض میکنیم، اگر نه که نتیجه هست هیچ از سطرامون با یک شروع نشد. حالا میایم عملیات سطری دماد واقع شروع کنیم. بفرمایید اون استراتژی که تو ذهن ما هست اینه که ما با استفاده از عملیات سطری مقدماتی این ماتریس رو به یک ماتریس پلکانی تحویل یافته تبدیل کنیم. حالا میشه به ماتریس پلکانی هم تحویل کرد. اگر به پلکانی تحویل یافته تبدیل بشه که در مرحله آخر مستقیما جوابها قابل استخراج، ولی اگر فقط پلکانی بشه خب با یه عملیات محاسبه‌ای ساده میتونیم جوابها رو استخراج کنیم. حتما یادتون هست که تفاوت ماتریس پلکانی و پلکانی تحویل یافت، هدف اینه که دقت بفرمایید، هدف اینه که ما این اعدادی که روی قطر هستند رو تبدیل کنیم به یک و اون مقادیر بالا و پایین یک ها رو تبدیل کنیم به صفر تا نهایت برسیم به اون ماتریس سطری پلکانی مورد نظرم. خب گفتم نقطه شروع این قسمت، این دو باید دقت بفرمایید فقط مجازیم از اون سه تا عملیات سطری مقدماتی استفاده کنیم. برای که این دو تبدیل بشه به یک من سطر اول رو
در عدد 1/2 ضرب میکنم و عملیات رو اینجا رو فلش می نویسم. این 1/2 R1 به معنی اینه که سطر اول رو دارم در عدد 1/2 ضرب میکنم و ماتریس جدید رو اینجا می نویسم. اینجا میشه 1، 4/2 میشه 2، 6/2 میشه 3 و 18/2 میشه چند؟ 18/2 میشه 9. سطرهای بعد رو بدون تغییر 4، 5، 6، 24، 3، 1 منهای 2 و 4 این سطرهای بعدی ما هست. این در واقع الان دستگاهی که من به دست آوردم، این ماتریسی که من به دست آوردم اصطلاحاً میگیم با ماتریس اولیه‌مون هم عرضه، یا به عبارت دیگه دستگاهی رو که من از روی این ماتریس میتونم بنویسم دستگاهی است که با دستگاه اولیه‌ای داده شده هم عرضه. منظور از هم عرضی یعنی این که جواب این دستگاه جدید با جواب دستگاه داده شده یکسان هست. یعنی الان شما اگر بخواید دستگاهتون رو بازنویسی کنید، اون معادله در واقع اولمون میشه x1 به اضافه 2 تا x2 به اضافه 3 تا x مساوی 9. در واقع مثل اینه که ضرایب معادله اول با توجه به اینکه همگی به 2 بخش پذیرن، به 2 چی شده؟ تقسیم شده. ما مجازیم که طرفین یک معادله رو در یک مقدار ثابت ضرب یا تقسیم کنیم، غیر صفر البته تقسیم کنیم. و همین بنابراین اگر من دستگاه رو مجدد بنویسم که در معادله اول در واقع ضرایب به 2 تقسیم شده، جواب نهایی دستگاه در جواب نهایی دستگاه تغییری حاصل نمیشه. پس بنابراین این رو انجام دادیم. حالا مرحله بعد اینه که ما این 2 تا عددی که الان زیر یک، بعد از اینکه 1 ساخته شد، الان ما 1 رو ساختیم، به مجردی که 1 ساخته شد باید بیایم این اعدادی که زیر 1 قرار دارن با استفاده از عملیات سطری مقدماتی تبدیل به چند کنم؟ تبدیل به صفرش کنم. دقت کنید دوستان، نرید سراغ مثلا بگید حالا 5 تبدیل به 1. این اشکالی نداره، فقط ممکنه که مراحل انجام عملیاتتون چی بشه؟ زیاد بشه و در نتیجه حل مسئله طولانی و خسته کننده بشه. پس بنابراین اگر ترتیب رو رعایت کنید قطعاً به سرعت به جواب خواهید رسید. مراحل بسیار ساده است، همینطور که مشاهده میکنید، فقط یه مقدار نیاز به تمرین داره جهت بالا رفتن تسلط شما روی مفهوم. خب حالا من میخوام این 4 که تو سطر دومه تبدیلش کنم به 0. دقت بفرمایید با کمک اون 1 که تو مرحله قبل ساختم میام سطر اول رو در منهای 4 ضربش میکنم، با سطر دوم جمع میکنم. با این کار منهای 4 میشه. دقت بفرمایید که خب واضحه که عددهای دیگر که در سطر دوم قرار دارن هم تغییر میکنن، هیچ اشکالی نداره. به همین ترتیب میام یه بار دیگه سطر اول رو در منهای 3 ضرب میکنم و با سطر سوم جمع میکنم، یا نتیجه میشه یک ماتریس جدید. پس سطر اول تر 1 2 3 و مقدار سمت راستش هم 9. حالا سطر دوم رو در واقع میخوام این کار رو براش انجام بدم. پس اینجا منهای 4 0 منهای 4 میشه ضرب در 2 که بشه میشه منهای 8 منهای 8 و 5 میشه نهای در که ضرب بشه میشه منهای 12
منهای 12 و 6 میشه منهای 6. منهای 4 ضرب در 9 که بشه میشه منهای 36. منهای 36 و 24 میشه منهای 12. حالا بریم سراغ سطر سوم. قرار شد سطر اول رو در منهای 3 ضرب کنم و با سطر سوم جمعش کنم. پس بنابراین میشه منهای 3 و 3 میشه 0. منهای 6 و در واقع اینجا 1. منهای 6 و 1 میشه چند؟ اینجا منهای 6 منهای و منهای 9 منهای 2 میشه منهای چند؟ منهای در واقع 3 27 در واقع میشه منهای 27. منهای 27 و 4 میشه منهای 23. این میشه ماتریس در واقع افزوده جدید مربوط به این ماتریس افزوده جدید به این ماتریس به این ترتیب در واقع به دست میاد و اینجا شما مشاهده میکنید. الان این ماتریس جدیدی که اینجا به دست اومده همونجوری که تو مرحله قبلم اشاره کردم در واقع هم عرض با ماتریس دومیه. ماتریس دومی هم که هم عرض با ماتریس اولیه. پس بنابراین ماتریس سومی هم عرض با ماتریس اولیه بنا به اصل تعدی. پس بنابراین من میتونم از روی این ماتریس جدید بازم یه دستگاه جدید بنویسم که هم عرض با دستگاه اولیه‌مون هست، یعنی جواباش با دستگاه اولیه یکسانه. دقت بفرمایید که تو هر مرحله این اطلاعاتی که اینجا گفتیم ستون اول ضرایب x1 رو میده تو سه تا معادله، ستون دوم ضرایب x2 رو میده، ستون سوم ضرایب x3 رو میده و اون اعدادی که بعد از خط هم قرار دارن که مقادیر سمت راست معادلمون هستن. خب الان این قسمت تکمیل شده برای پلکانی. اینجا دقت بفرمایید من یه نکته برای تشخیص پلکانی باز صحبت کنم. شما بعد از اینکه 1 و 0 ها رو میسازید دقت کنید الان ما یه گوشه 1 داریم و زیر 1 چی داریم؟ 0 داریم. ما میتونیم در واقع این پلکانی که توی این ماتریس داریم میسازیم و 1 سطر بیاریمش پایین تر. گفتیم هدفمون ساختن یک پلکانه که به این ترتیب که در گوشه پلکان 1 داشته باشیم، ارتفاع هر پلکان به اندازه 1 سطر باشه، در گوشه پلکان 1 داشته باشیم و سایر درایه ها در واقع ماتریسمون 0 باشه. یا این اگر این اتفاق بیفته ماتریسمون میشه سطری پلکانی تحویل یافت. ولی اگر فقط مقادیر زیر پلکان 0 باشن ماتریسمون تحویل یافت است. بنابراین با توجه به این پلکان الان مرحله بعدیمون چیه؟ مرحله بعد اینه که این در واقع منهای 3 تبدیل به چند بشه؟ منهای 3 تبدیل به 1 بشه. برای که منهای 3 تبدیل به 1 بشه همینجور که خودتونم حدس میزنید کافیه که سطر دوم رو در 1/3 منفی ضرب کنم. میام اعدادی که دوم هست در 1/3 ضرب میکنم و جایگزینش میکنم تو همون سطر چی؟ تو همون سطر دوم. پس بنابراین سطر اول تغییر نمیکنه، 1 2 3 و اینجا میشه 9. حالا ضرب میکنم اینجا 0
اینجا 1، اینجا 6 دوم چنده؟ 6 دوم 3 هست و اینجا داریم در سهام به 3 داریم تقسیم میکنیم، پس اینجا میشه 2، 6 دوم 2، 6 سوم میشه 2، 12 سوم 4. سطر بعدی هم که تقسیم کنه 3 منهای 5 منهای 11 چقدر؟ منهای 23. و الان دقت بفرمایید پلکانی که ساخته شده، الان من اینجا گوشه 1 رو دارم، زیر 1 هم 0، 1 بعدی هم ساخته شده و حالا مرحله بعد اینه که من باید بالا و پایین این 1 رو تبدیل به چی کنم؟ بالا و پایینش رو تبدیل به 0 کنم. بنابراین برای که این 2 تو سطر اول 0 بشه، میام سطر دوم رو در یه منهای 2 با سطر اولش میکنم و برای که این منهای 5 تو سطر سوم 0 بشه، میام سطر دوم رو در 5 ضرب کنم، سطر سوم جمعش میکنم و ماتریس جدید به این ترتیب به دست میاد. پس بنابراین الان برای که تشکیل بدم سطر اولو، میام سطر دوم گفت در منهای ضرب کنید با سطر اول، اینجا میشه 0 و 1 میشه منهای 2 و 2 میشه 0، منهای 4 و 3 میشه منهای 1، منهای 8 و 9 میشه سطر دوم اینجا 3. اینجا ترتیب برای سطر سوم عمل میکنیم. سطر در واقع دوم رو در 5 ضرب میکنم، 0 ضرب در 5 اینجا 0، 5 و منهای 5 اینجا میشه 0، منهای 11 1 و 20 منهای 23 هم که میشه. باز به وضعیت پلکان یه توجه داشته باشید. الان این گوشه 1 تشکیل شد، یه سطر دیگه گفتیم ارتفاع، سطر پلکان بعدی هم همینجوری که میبینید تشکیل شده. تو گوشه پلکان 1 داریم و زیر اون در واقع پلکان و بالای پلکان هم با 0. بنابراین موقعیت بعدی ما ساختن گوشه بعدیه. گوشه بعدی کجاست؟ گوشه بعدی اینجاست، یعنی در واقع این منهای باید تبدیل به چند بشه؟ این باید تبدیل برای که این منهای سطر توی ضرب کنیم، جا سطر عد نمی کنه، 1 منهای 1 اینجا 0 1 4 اینجا میشه 1 این مثبت چند؟ مثبت 3. بفرمایید لکان اون گوشه های کاملا داره. یعنی تا جا الان دقت کنید دیگه ما امکان اضافه کردن ماتریس ما یک ماتریس پلکانیه. چرا؟ چون ما یه پلکانی تونستیم تو این ماتریس تشکیل بدیم که گوشه پلکان رو 1 داریم، زیر پلکان رو 0 داریم، ولی بالای پلکان اینجا نگاه کنید 2 و منهای 1 که بالای پلکان 0 نیست. من همینجا میتونم جواب رو استخراج کنم. چگونه؟ الان اگر یادتون باشه گفتیم که چی؟ گفتیم که این ستون اول ضرایب x1 تو 3 تا معادله است، ستون ضرایب x و ستون 3 و اینم دیگه درسته. الان اگر نگاه کنید
دستگاه اولیه رو بازنویسی کنید، نگاه کنید اینجا x1 مون چند شده؟ x1 مون شده 3. الان اینجا 0 x1 0 x2 که 0 x3 میشه 3. حالا شما تو معادله بالا میتونید جایگذاری کنید x2 رو به دست بیارید، x3 و x2 رو تو معادله اولی جایگذاری کنید و x1 رو به دست بیارید. یا اینکه عملیات رو ادامه بدیم. عملیات رو ادامه بدیم یعنی باید چیکار کنیم؟ عملیات رو ادامه بدیم یعنی اینکه باید اون در واقع این دوتا که بالای این یک هستن، یعنی این دو و این من یک، باید تبدیلش کنم به 0. در این صورت خیلی راحت جواب ها به دست میاد. برای این کار میام سطر در واقع برای که اتفاق بیفته سطر اول که این مناکه بشه 0 منهای 2 ضرب جمع میکنم، بنابراین نتیجه سطر اول 0 یا هم 1 میشه 4 سطر دوم اینجا میشه 0 1 0 و اینم میشه چند؟ اینم میشه منهای 2. سطر سوم هم که دید نداره. الان اگر قد بفرمایید پلکان ما کاملا گرفت، تو گوشه هر پلکان بالا و پایین یکامون 0. پس بنابراین ما مستقیما پیدا و نتیجه میگیریم از روی سطر دوم، نتیجه میگیریم که x2 میگه 2 و از سطر سوم نتیجه میگیریم که سطر این اینجا نمیگیریم دستگاه هم عرض با اون دستگاه اولیه است، یا به عبارت دیگه جوابهای این معادله است. الان همین جوری که دقت کردید ما تو حل این دستگاه به یک جواب متمایز است، یعنی جواب منحصر به فرد در واقع رسیدیم. همینجوری که توی درس حتما براتون اشاره شده، گفته شده که یک دستگاه از معادلات ممکنه جواب منحصر به فرد داشته باشه، ممکنه بیشمار جواب داشته باشه، ممکنه اصلا جواب نداشته باشه. خب تو این قسمت جواب منحصر به فرد رو بررسی کردیم. انشالله توی قسمت بعد میایم سراغ حالتهایی که جواب نداریم یا بیشمار جواب داریم و همچنین صحبت خواهیم کرد در مورد تعبیر هندسی مربوط به این در واقع حل دستگاه معادلات خطی. ممنون از توجه شما و شما رو فعلا به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.